سلام، خیلی خوش اومدین به شبکه ناتستار. امیدوارم که در کمال ای بابا. این خونه‌ایه که توی اپیزود قبلی استارتینگ هاوسی که توی اپیزود قبلی درست کردیم خیلی قشنگه. این پشت این در یه مهمون خیلی ویژه داریم، آقای مهراتیدن. سلام کن آقای مهراتیدن. سلام کنین شما با آقای مهراتیدن. در رو ببندم آقای مهراتیدن نیفته پایین. خداحافظ آقای مهراتیدن. مرد خیلی خاکی بود، بهش گفتم برو همون. خب الان ما میدونید چی لازم داریم؟ لباس، چون من لختم. الان با اینکه لباس تنها ولی شما دارین اونجا رو میبینین، هویجمو دارین میبینین، هویجمو میبینین. پس چیکار میکنیم؟ میریم این شغلو میکنیم تو جلوی یکی از ویلیجرها که کردیم و بعد ازش چی میخریم؟ نه چیزی نمیخریم، چوب میکنیم تو آستینش. خب من برم این کار رو ادامه بدم، تند چون بکنم تو آستینشو بیام. خب بریم دیگه سمت خونه ببینیم کلن قرار امروز چی کار کنیم. چه جیگری اونجاست جون. وایسا دارم میام، وایسا بیام سوارت کنم. جیگر جیگر خر نبود جون. چه جیگری، چطوری؟ خوبی؟ بپر بالا بپر بالا. شماره بدم منو پاره کنی. اینو میگفتم؟ این یه ذره احساس کنم بده. اینو نمیگفتم فکر کنم. میگفتم شماره بدم. شماره سایز چنده؟ خوشگله جون. گل داره روش. ماماندو زیاره. واه قلب مخو زدم. کارو بستم. بریم خونه یه صدل براش بیاریم. یه دل نه 100 دل براش آوردم. یعنی یه دل نه 100 دل. واه سرعت و نگاه اصلا دیدین؟ فرست گرل یعنی وان ترای، یعنی تو اولین بپر ببینم. کلش بخوره اونجا. بذاری تو بیام عقب‌تر. سه تا و نیم بلاکه داشت میره بالا. باری کلا ببین اون لاما هم رفیقاتنا با هم دیگه اینجا یه پارتی میگیریم، 2 پارتی، یه دور خونه رو هم طواف میکنیم. الله اکبر. خب ببین من تو رو اینجا میبندم ولی همیشه قلبم به تو بنده. چرا تو پرت نگو مهدی. بریم یه گربه هم از تو ویلج من دیدم، بریم برداریم. گربه. اسم گربه‌مون رو چی بذاریم بچه‌ها؟ از شما دارم میپرسم اسم گربه‌مون رو چی میذاریم؟ اسم گربه‌مونو نمیدونم چی بذاریم، ولی چون سفیده میذاریم سفید برفی. سفید برفی با دورش 7 سیاه. خب جدا از این حرفا، این گربه زیبایی‌های خاص خودشو داره که شما نمیتونید ببینیدش و فقط منم نمیتونم ببینمش. گربه یه قشنگ و نازم. میخوام دلم افتو ببازم. حال کردین؟ مرسی از اینکه این ویدیو رو تماشا کردین. هنوز ادامه داره، حواستون باشه که لایک کنید. آقا من پلن امروز رو فهمیدم. امروز قرار کلی سازه انجام بدیم. انقدر قرار سازه درست کنم که شما پی ببرین که من چقدر خفنم. اول از همه من اومدم یه متریالای جمع کردم که بریم یه دونه چیز درست کنیم. چی درست کنیم؟ ویلیجر بریدر درست کنیم. بعد بره به پایین، بره تریدینگ هال بشه. یه چیز ناب، یه سه خفن دیگه. بریم ببینیم میتونیم چیکار کنیم. پس شما میگین دو تا میشه چند تا؟ اول کامپوستر رو 2 تا میذاریم اینجا و بعد ببینیم که دور اینجا رو بشخمونیم. سینه اینا گذاشتم. آره کامپوسترها رو میذاریم وقتی که شوق بگیرن. دور اینجا رو هم چیز میکنیم که مزرعه چیز کنیم که اتوماتیک بیرید کنن.
در مرحله بعد از این سازه دورشو با دارکوک میپوشونم. بریم که اینو انجام بدیم. خب بچه ها من اینجا رو درسته کردم. بریم سقفش هم یه اسلب بذاریم که ویلیجر نتونن بیشتر از 2 تا بپرن. لایک و سابسکرایب یادتون نره. پکیجای منم بخرین. بریم توی تاملاس خیلی سریع ویلیجر بیاریم. خب بریم سقف این سازه رو درست کنیم. سقفش میخوام مثلثی کنم با این چند تا بلاکی که دستمه، یه حالت خیلی خفن. بریم ببینیم. متریال کم آوردم، برم جمع کنم بیام. خب تموم شد سقفش. این مسایی که میبینین اکسیدایز نشده، اینو دیگه مثل اکسیدایز شده نداشتم، اینا رو گذاشتم خودش بعدا حالا ایشالله درست میشه. خیلی هم خفن شد، جالب شد. نکنین چقدر رندوم دیر تو همه چی توش استفاده کردم. اصلا کلا من آدم رندوم بازیم، یعنی مثلا میرم خیابون جی دست میندازم یکی رو میگیرم میگم بیا تو مال منی رندوم. 2 تا ویلیجر اومدن اینجا افتادن زرت بزرگ شدن. بریم دیگه، بریم سقف اون یکی بالایی هم درست کنیم.
بریم با همون تم یه ردیف دیگه بهش اضافه کنیم. خوبه ولی این سازه خیلی صافه، خیلی توی خفه شو دارم حرف میزنم. خجالت بکش تخمستای. خیلی صافه. من میگم بریم یه ستون بهش اضافه کنیم. سازه کلا تموم شد. چشما رو حال میکنین. تغییراتی انجام دادم که حالا بعدا متوجه میشین چرا. من هیدروکرومیا داشتم، درمان شده، حالا میفهمین. آره باید برین تو چنل ناتسیکه رفت اونجا بریم ببینین. حالا ولش کن، بریم توی کاتای تونتون و پشت سرم دیگه. من عکس رو گرفتم، عکس گرفتم این تبر رو 54 تا هم امرالد دارم. از این ویلیجر اینجا هم گرفتم. توی کاتای حالا تند و تندی بهتون نشون میدم کل وسایل دایموندیمو اینا رو میرم میگیرم و میام. دست شما به امید پا. اون ابسیدین هایی که جمع کردم واسه این انچنتینگ تیبل بود. فورچن رو بیل. آخه فورچن رو بیل قرار معلومه پدر قرار در بیاره. تیکت میکنم، گوشتو میندازم جلو سگ بابات بخوره. پدر سگت. این چند تا از این چند تا میکشیم، از ویلیجرها میکشیم. مانکرافت آدمو پیر میکنه، چیر میکنه. این کی بود؟ ایوب بود. کی بود؟ بگو بیاد مانکرافت بازی کنه. بگو بیاد از ویلیجرها این چند بگیره. بگو ببینم اونجا صبرش به حد نمیاد، حدش به صبر نمیاد. بگو بیاد یه دفعه تو آزمونش خدا اینو براش قرار میداد. پروتکشن خوبه، پروتکشن میگیریم. مرسی، واقعا مرسی مانکرافت، خیلی خوبی. تورنز لعنت بهت. تورنز، من از تورنز متنفرم. الان چجوری اون عروش بردارم؟ ازت متنفرم مانکرافت، ازت متنفرم. سویپینگ ایج عالیه، بده بیاد. بگیرم. گرفتم. ممنون مانکرافت، عاشقتم. آمبرکینگ رو کفش، حالا بدی نیست. آمبرکینگ رو بیل، بازم بدی نیست.
بریم من برای شلوارم چیز میخوام بگیرم. برای شلوارم فایر پروتکشن لازم دارم. خیلی دارم تو حرف زنم. آمریکینگ نه همون فایر پروتکشن رو بده، چون الان میترسم بگیرم نده. میدونی میفهم چی میگم. آمریکینگ نه اینو افیشنسی بگیرم. یه سیلک تاج بگیرم خوبه. آمریکینگ فایر پروتکشن رو کفش. پدر سگ ریدم تو مان کرفت. بمیر اسکول. الان من اینو چجوری بردارم؟ فورچن رو بیل. فورچن رو باری کلا مان کرفت. عاشقتم. افیشنسی اوه عاشقتم مان کرفت. به مولا همینجا هر جا رفتم خوبه تو گفتم. حتی پشت سرتم خوبه تو گفتم عجب پشتی داره. سویپینگ ایج 3 بگیرم؟ نه دیگه گرفتم دیگه. بس هی بگیرم همه رو هی بگیرم. البته میگرفتم نگرفتم. ببینیم رو کله اون چی میده. ایسپریشن خوبه. نه اینو فایر پروتکشن میخوام. چه کار کنیم چه نکنیم. ریسپریش بلس پروتکشن کلام. کریپر میخواد رو کلام منو بتره کنه. پدر سگ. الان من این گور رو چجوری بردارم؟ الان من اینا رو چجوری بردارم؟ شما به من بگین. البته میشه برداشت، میشه با این لباس دایموندی دیگه چیز کردم و رشته چم، ولی چرا باید انقدر بد به من این چانس بده؟ چرا انقدر بد شانسی؟ رو مخ سگ. اینو من داریم بابا. بیرم تو دهنت. گم شو کثافت آشغال عوضی. آمریکینگ بدی نیست. حالا فعلا پامون میکنیم کف پامون زخم نشه، پا برهنه را نری. فورچن رو بیل چون ما رو باره کرد. آمریکینگ بگیرم ببینم چی میده دیگه. نه حالا بذار امتحان میکنیم. اوه نه ای بلس بندازم یا فایر رو شلوارم؟ نظر شما چیه؟ من خودم میگم فایر بندازم. با کریپر اونقدر بابا چاقال کریپر. اینو ورداریم اینو بذاریم باشه، بعدم میام درستش میکنم. اینم که نمیدونم الان گیر کردم. چه کار کنم؟ آهویی شکار کن. گفتین آهو. قرار امروز فارماهن درست کنیم. فورچن رو بیل جاکش. این بیله رو من میذارم. بلس رو بگیرم یا فایر رو؟ آقا جواب بدین دیگه. چرا جواب نمیدین؟ بینا باکروپوتس بازم خوبه. لوتینگ داره. حالا این خوبه اگه مثلا یه در آینده اسپانر اسپایدر پیدا کردیم فارمش کردیم این به دردمون میخوره اگه بتونم پیدا کنم. من قارای اینجا رو زیاد گشتم لاشکیف نبوده. ولی خب الان این من بکنم تو کجام دقیقا؟ لوتینگ داره دیگه. مهدی راضی باش. من که رفتم. خب حالا دیگه بریم ببینیم. من خیلی تا اینجا حرف زدم، فقط داشتم زر میزدم چون میخواستم این چند بگیرم. هی گوه میخوردم فقط. دیگه ولش کنیم ها. نظرتونه؟ این همین بالا تو کله اینجا درست کردم، بعدا میرم الان میریم یه جا براش درست میکنیم. کات بین لحظه ای کات موات. خب ببینیم الان چه گویی بمونه. ما بوکم آوردیم. اسمایت عاشق این چند تا اسمایت هم من. اسمایت بده بیاد. خب همونا ده. خوبه دیگه. فقط اولاشه که این چند تای زیاد تونتونی میده. این افیشنسی رو من میگیرم خودم. آقا من واسه این دوتا سازه که میخوام امروز انجام بدم به تراکوتا خیلی نیاز دارم. من میرم بدلند دیگه. شما بدلند رفتن منو دیدین دیگه. میرم بدلند قشنگ تراکوتا جمع میکنم. از اونور میرم منگروو بایوم. بعد یه ذره از اونجا ماد بلاک هم جمع میکنم، چون من از بلاکای خیلی رندومی استفاده میکنم. هیچ چوسی دارم میام برین عشق کنه. میرم اینا رو جمع میکنم. بعد میام دیگه. بعدش میام فارماهن رو درست میکنم دیگه من چیزی ندارم، حرفی ندارم دیگه. باشه برای بعدا. آقا ببینین من همین الان تو را که داشتم این تراکوتا رو جمع میکردم، ببینین آقا من چی پیدا کردم. با جیگر اومدم اینجا بریم بگردیم. ببینین چی پیدا کردم. Enchanted Golden Apple. Yes. اوه بزن روشن آره دایی. بده 6.
بده 6 دیگه خس شده، بیا بده به مهدی. آره این چند تا گلدن اپل اصلا تو حالا تو عمرتون دیدین؟ بریم آقا، بریم فارماهنو بسازیم. خب اینم از فارماهن زیبا و قشنگ و دیگه نمیدونم چی بگم، زیبا و قشنگ و فقط الان تو ذهنم میاد. خب فارماهن زیر زمینه، این فارماهن هاست که از کار نمیفته. من اینم گرفتم. پیککس هم وقتی داشتم تو بدلم یه چیز میکردم شکست، انقدر باش کندم حواسم نبود. 2 تا پیککس درست کردم، یه سیلتاج فورشن افیشنسی هم گرفتم رو بیلم. این عکس هم که دیگه اینا همشون همونه دیگه. آره دیگه، ولی خب این چند تا رو گرفتم. یه قشنگ آب دیده و آب دیدین. خب داشتم میگفتم این فارم زیر اونجاست. این فارما نیستش که مثلا دیدیم از فارمای آهن بعضی یه دفعه کار میکنن خراب میشن، این اونجوری نیست. بعد زیر اونجا هم هستش، به چه زشتی نداره، قشنگ روش سازه خفن درست میکنی، آدم عشق میکنه. بریم سازه هم بسازیم. فارما هم بود. روش باید چی بسازیم؟ روش باید یه بلک اسمیت درست کنیم دیگه. بعد میگم یه بلک اسمیت درست میکنیم، بعدا خواستیم میایم ندرایتی کنیم، میایم اینجا ندرایتی میکنیم. فقط شما ویو رو نگاه کنید، فقط بلاکای رندوم رو نگاه کنید. اونجا اون سمت قرمزه اون بلاکای ماشروم رو میبینین، عشق میکنین، اصلا ویو رو میبینین. تا حالا همچین سازه‌ای تو عمرتون دیده بودین؟ اینجا کول رومه، یعنی کولیا رو تو اینجا من جمع میکنم. این بلک سمیت، میدونی اینجا ماگما میخواستم بذارم و اینا، ماگما نداشتم. حالا رفتیم ندر میایم میذاریم. اینم که اینجا میریم پایین و میریم فارماهن رو بهتون نشون ندادم. بریم فارماهن رو ببینیم. به به به، واه چقدر تو الان آهن جمع شده. حال میکنیم اسکولا، خیلی دارم بهتون میگم. اینجا که این ویلیجر اینجا اسیر شدن، این هاپران رو گذاشتم یه ذره بیشتر جمع شه، بعدم میام برش میام کنیزش. بریم بوسوس. آره فکر کردی که چی؟ چقدر چرت و پرت میگم من تو این ویدیو، گفتم تو این ویدیو. خب بریم ساید بعدی بلک اسمیت زیبامون هم ببینیم. بابا اصلا ورودی ها رو عشق میکنین. این چقدر بزرگه، قول پیکریه واسه خودش. این چیمنیه یه لحظه صبر کن. این
فرست آیرون آرمورمه، اونم که دیگه در جریانین دیگه یه ذره آره چاسی و اینجا هم که یه حالا بدرومی گذاشتیم وسط اونجا. این چیمنیه، این دودکش یه ذره من فارسیم ضعیفه. اون دوتا بلکو میستادم اونجا، بعدم میام درست میکنم. میستادم، میفهمی من یه ذره فارسیم ضعیفه. اونجا هم که میایم یه جا میشینیم دیگه، اینجا انویل و اینم که یه بالکن زیبا، بالکنی برین حل کنین اسکلا. همیشه اینو بابتون میگم آخرش. خب آقا این خوشگله به ما مندینگ میفروشه. من اومدم وازش کردم چون بیلم داشت میشکست. خب رو بیلم مندینگ انداختم، الان فعلا گوشم اونجا ازش استفاده میکنم چون دیگه آخره جونش. رو شلوار و کفشم هم انداختم، لباسم هم ننداختم چون میخواستم لباسمو چیز کنم، عوض کنم. اون گلو استونایی هم که میدیدیم اون بالا از این یارو من خریده بودم. خب الان اینجا چی باید درست کنیم؟ یه اینچنتینگ روم باید درست کنیم چون دیگه من برم بالای اون تریدینگ حالا اون دوتا بلاکو بکنم خیلی ضایع است. بغل خونمون اینجا هم یه سازه خیلی قشنگ میزنم دیگه. همینجا ازتون خدافظی میکنم. ویدیو تا همینجاش هم خیلی طولانی شده.